انا زنک در حقیقت آبادی شده این ناستروی کن رو بیزنک این مکتب بی این خربوزه رو بی باور که در حقیقت این آبادی رو این باید ما شکرانه کنیم در اون طرف مکتب در اون طرف لیکسه اینا کودک کمون به حضور میخونن اینا طلبای مکتب اون بچه مون نیست؟ بمبره دیگی راست میگه بمبره قول ده بعد تو بهونه است های چی میگه بچه مونو دو گیرک میگه پدنت بچه در همین سال و زمانه نمیخونی بگو وقتی ما رو میگه که یکم شرایط نبود همه شرایط است اون نمیخونید اون دیدی همینجا معلوم میشه این خود خوش گوش کن نجید بچت به سواد دو گیره کن بچه ممی آتت راست میگه جو بیو السلام علیکم چکو کلشه در اینجا این همین بچه تا به سواده معلم هر روز به سوادش میگه به سواد سیمونه به سواد دو گیره دیدی زنک نه تو دیدی زنک شما مرا شرمنده میکنین همسینفاش گفته استن که بچه تو دو گیره که به سواد در خونه زنک تربیه میکنه بچه تربیه میکنه انا در مکتب معلم دیره دیدی معلمش گفته که بچه دو گیره که نمبر که بخونیم من 20 سال پیش یعنی اون مکتبی شما ده خوندگی 20 سال پیش؟ بو برای چه معلم فقط مرا میگه که 20 سال پیش رنگی تیه دو گیره که دیگه همه جا میخونده هم کورتی عدید هم تیم فی عدید شاگردی عدید هم کورت می هم سیم می هم شاگرد می پس نگی دیتا مردم ایسا گوچ نگی دیتا مردم انمی studenti انمی های فهمی studenti انمی بپل میمونی گوچ نمیمونی تچ نمیمونی انمی رو studenti میگم فهمیدی؟ آی بی خود داخلی هنگم کنده آی بی خود جینا دیسکاتک نمی رفته مجبور کردی یه روز بیا برند دام بگیرم یه روز بیا برند دام اینا دام بگیرم موندیم دابانی ما هم خودی رو خورده مایلو اکه همش مایلو اقلا 20 دیرمی 50 دیرمی هم داشتن تنله بود که میرفتیم تو خونه را ما دسته اترا دیگه تو میرم میخونم میرم اگه تکنیک ما اگه دیگه میرم تو دیگه نه هیچ کار ندارم عجب میکشی ما هم بفرستم عجب میکشی تا تو راحت چه میبینی در آینده خواهد بیا گوش کن یک چیزی زور در سرم و یک فکری زور چی؟ خواهد تو خونه را خیلی راحت بیا ایخی میکنی ما در بالای تو میشینم بای خونده میرم باید که تمام شد میفرم تو در بالای من شد تو بای خونده برا همه خونده سول شده میره همون در نمیکنه تو خونه را؟ تو خونه را اول من؟ نه اول من من شد رفتیم بیا رفتیم هپا بخوام بایتم تلی تل پانجا پریشان شکر امازک کوشید شلوک بخوام که تمام بایتم شلوک تمام شد بعد تمام شد تمام شد من نمیدونم موقع نوبتی من اومد در تاولک نوزید نوبتی من کن بیا یک دو پیاب بچه سال کنه مکن بخون مادر به هوس مادر به هوس که بچم توی کنم پدر روزی توی بچم تولد کنم ترمزم به جیخ شاگید کم کم لیوی بگی سیسو همین دختر برگه بتمه فلکی نرکشی ماده پروره فلک داد و فلک داد و فلک داد به فکرم این گب مانه نمیگیره هی که رفته فلک داد و فلک داد و فلک داد فلک از دستی گشنگی
صدا دو بداد ای بچه چرها بعدی تو تمام شد یا نه؟ چه خیلی بعدی من تمام شد من نو ریز خونده استم اینترنت تمام شده چیکار کنم؟ ای بچه ای نمیشه دیگه اگیش نگیره شکم دست مهراب چسبید چه گپ نداره دیگه چه دانشجویی هم میگدارم میگدارم یا شمال دانشجویی میگدارم با این ایاتون نبرن که انمی رودان دریات من میمونم این کانسرواتور رو میخونیم کو این کانسرواتور رو او ایات من میبرویا این ککوره که میکنیم ایات من میبرا ای دورهای جان یاد کنیم این گشنگی ها را یاد میکنیم این رو را یاد میکنیم تو درباره گشنگی ها شعر گفتی کن من سرود چه میدونم خیلی البته اینا گوش کن گشنگی ای گشنگی چی دردی سخته بودن هر کسی کی گشنه است نشید همین وقتی که نفوری تگم نداری خشید گوش کنه باید باید سوال جواب میکنیم خواهد روز مانا با سوال جواب بگذارنیم اگه در همین گشنگی تر سوال جواب میفوره خواهی اکه نمیشه خیش خیلی توال جواب باقی با شکم با سوال جواب میدون دروب کنیم به من گوش کنه یا اینم من سوال میدم مثلا شما جواب ده میشه من لما جونتا مرکزی در خوب میبره گشنه را نه روات بده همین بگو سوال تا چی سوال هم؟ انا که من گوشه یک سوال عادی میتونم تون همین شما جواب ده که بتونه یا کنه با همین که گشنگی را فرم میکنیم از من اینترنت هم بینم که اینترنت هم بوش ده تنم میدونم ایجا من گوشه خواهی همین خما که کنسرواتور را که میخونیم ای هم صدای بهترین گوشنوازی همین که دیلم بودگی کدام است بابای ای همه صدای بهترین این آواز ایدیتوره اینم زورایونه که کو با برای دیلی ما کو میدونی کدومی زورای با ای همه میگن کو ضربی گه نکنه کملا با دوتورا دقلش بکلی کو کملا میکنم دیگه چه زورای ها؟ بکی کو با خیلی ایمود یک کورس بالاتری ته دوستی همین بگو که کدام اسباب رو با زورای یا که دویره همین تعلیم همین کون رو تیگب داده رو یکم صدای کفگیر برم در نظرم نمیتوان